این آقایی که به نام قاری عبدالکبیر حیدری خودش رو معرفی کرده، ایشان این اسم اصلیش نیست. اسم اصلی ایشان هست احمد شکیب. احمد شکیب حیدری، فرزند غلام حیدر. اسم عبدالکبیر حیدری این اسم اصلی ایشان نیست، یک اسم دزدی است. حالا از کی دزدیدن؟ ایشان باشنده چنداول کابل هستن، میگن که شیعه تاجیک هستن. 5 برادر دارن. برادر بزرگش امیر محمد که تا زمان حکومت مجاهدین دکان جنراتور سازی داشتن در کابل. این شخص همین که فعلا به نام قاری عبدالکبیر حیدری یا بگیم که قاری شکیب احمد، در ولایت لوگر در یک فاتحه خوانی اینا میرفتن فاتحه خوانی، اونجا تلاوت میکردن و پول میگرفتن، قرآن فروشی، چیزی که متاسفانه در افغانستان و بعضی کشورها رایج است. در اون فاتحه خوانی رفته بود اونجا و بعض زندگی خیلی خرابی داشتن اینا. در اونجا قرائت میکنه و در اون مجلس کسی به نام حاجی شریف. حاجی شریف کی است؟ فرزند مولوی محمد نبی محمدی، مؤسس و رهبر حرکت انقلاب اسلامی. اصلشون فکر کنم از قندهار است. ایشان در این مجلس بودن در اونجا و وقتی که این رو میبینن تلاوتش خوشش میاد، واقعا صداش خوب است، تلاوتش قشنگ است. و خیلی از منافقینی بودن حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که تلاوت خوبی داشتن. ببینید تلاوت خوب، صدای خوب هیچ وقت دلیلی بر مؤمن بودن، دلیلی بر انسان خوب بودن نیست. بعد این آقای حاجی شریف فرزند مولوی محمد نبی محمدی از این خوشش میه. بعد به این میگه که من تو رو یک بورسیه تو رو میفرستم، چون بیچارم نمیدانسته که شیعه است، تو رو یک بورسیه میفرستم ازهر. دنبال بورسیه میگرده یک کسی به نام عبدالخبیر. کسی به نام عبدالخبیر که در امین کرونای اخیر، یعنی شاید 2 سال قبل، الله متعال رحمتش بکنه، یک عبدالخبیر فوت میکنه در همین جریان انتشار مرض کرونا در افغانستان. یک بورسیه به نام همین برادر عبدالخبیر الله متعال رحمتش بکنه وجود داشته که به اسم ایشان از مصر آمده بوده. این بورسیه رو خب زورگویی است دیگه، تنظیما و اینا، و خب بچه رهبرم باشی و زنت هم نغمه باشه و اینا، حالا این خودش یک حکایت جداست. ایشان میگیره این بورسیه رو میده به کی؟ به شکیب احمد حیدری که می قاری عبدالکبیر حیدری است. چون عبدالخبیر عربا اکثرا این KH رو که خ به اصطلاح به جای خ نوشته میشه در انگلیسی، این رو اکثرا خ تلفظ نمیکنن، که تلفظ میکنن و این اشتباه زیاد صورت میگیره. خلاصه در مدارکی که در اونجا ثبت نام میشه در مصر، اینو به اسم به جای عبدالخبیر عبدالکبیر می نویسن. بعد یعنی همین اسم میمانه عبدالکبیر، در حالی که در اصل در مدارک عبدالخبیر است. ABDUKHABIR، عبدالخبیر، که بر انگلیسی که خوانده میشه کبیر خوانده میشه. بعد این شد عبدالکبیر. در اصل بورسیه برای کسی بود به نام عبدالخبیر. شما که در دانشگاه‌های کشورهای عربی بورسیه بگیرید، چون که زبان عربی بلد نباشید، در مثلا در دانشگاه اسلامی مدینه منوره 1 سال، بعضا 2 سال به نام معهد وجود داره، بهش میگن معهد الاعدادی، یا یک چیز مثل پیش دانشگاهی، یا انستیتوت بگیم به اصطلاح افغانستان میگن انستیتوت. در اینجا به شما زبان عربی یاد میدن، در ضمنش یک سری مسائلی که نیاز هستنی برای اون رشته‌ای که میخواید وارد بشید یاد میدن. ایشان وارد معهد اعدادی میشن در ازهر و 2 بار در امتحانات ناکام میشن و به خاطری که در این مجالس قرآنی و چیزا به اصطلاح یک بدعتایی هست در مصر، دیده باشید قاری‌ها رو جمع میکنن، بس تلاوت میکنه، بعد یک چند مجلس همه بلند میشن الله الله الله، یک بدعت. خلاصه در این مجالس شرکت میکنن و به درس و مشق که حاضر نمیشن، 2 بار، 1 بار اخراج میشن، باز وساطت میکنن بچهای افغانی و خلاصه دوباره اینا رو
سر درس شاملش میکنن، بعد دوباره اخراج میشه، تا اینکه کلا از دانشگاه ازهر اصلا وارد دانشکده نمیشه، یعنی وارد فاکولته نمیشه. در ایران دانشکده میگن، در افغانستان فاکولته میگن. ایشان وارد هیچ یک از فاکولته های ازهر شریف نمیشن، بلکه از همون انستیتوت یا از همون پیش دانشگاهی اخراج میشه و از هیچ دانشکده یا فاکولته ای از ازهر ایشان سند فراغت نداره. دروغ میگه که من در ازهر درس خواندم، دروغ میگه. راست میگه، بیاد شاید نامشو نشون بده. بورسی هم که بورسی دزدی است، از کسی به نام عبدالخبیر، و ایشان به واسطه کسی براش گرفته داده، حق یک مسلمان دیگر رو ضایع کرده و با بورسی کسی دیگه و به اسم اون طرف اسناد جعلی درست کرده و رفته در مصر و از اونجا هم اخراج شده. بعد از اینکه حتی از لیلیه یا خوابگاه دانشگاه هم اخراجش کردن، که بعضی از برادرای افغانی که در اونجا بودن واسطه میشن پیش شیخ الازهر و اینا، خلاصه ایشان رو پس دوباره در خوابگاه میگذارن برای مدتی. و بعد از یک واقعی که حالا شیخ فرهاد و خودش قاری صاحب میفهمه جریانش، و شیخ فرهاد که عصبانی میشه سرش، یک روز ایشان در سفر بوده، وقتی برمیگرده میبینه که در اتاقش هم قفل زدن، دیگه کلا رسما از خوابگاه هم اخراجش میکنن. هم از خوابگاه اخراج میشه و هم از دوره پیش دانشگاهی در ازهر، و وارد هیچ دانشکده یا فاکولته ای نشده و اصلا در ازهر درس نخوانده. این خیانت هست که کسی که در ازهر درس نخوانده باشه لباس شیوخ ازهر رو بپوشه، بعد بیاد دروغ بگه که من از هر فارغ شدم و در اونجا در بین دانشجوها خودشو بگه که من حنفی هستم، اهل سنت هستم، فریب بده. بعد شاید بعضی دوستان میگن خب این عکسایی که مثلا با شیخ الازهر داره و با بعضی از قاریا داره، همونطوری که گفتم هر کس میتونه بره با هر کسی عکس بگیره، اما ایشان به خاطر صدای خوبی که داشت، یک روز در یک مجلسی که خلاصه در اونجا ترتیب داده بودن، کسی پیشنهاد میکنه و خلاصه ایشون میره تلاوت میکنه، شیخ الازهر خوشش میاد، بعد از اون دعوت میکنن در قاریا رو در مجالس مختلف، هر کس رو دعوت میکنن، در بینش ایشون رو هم دعوت میکنن در مجالس مختلف، و عکسایی که میبینید از این مجالس قرآنی است. هیچ کدام از اینها از کلاس های درسی یا از شیوخ ازهری که پیش اونها این درس دینی خوانده باشه نیست. ایشان هرگز درس دینی نخوانده، نه فقه نه عقیده، هیچ چیز نخوانده، و همین قرآن هم کامل حفظ نیست و من اینو یقین 100% و سند 100% دارم که قرآن کامل حفظ نیست. اما اینکه سند میگه که روایت حفظ رو سند داره از پیش شیوخ ازهر، این یک چیز عادی است، یعنی هر کس میتونه بره در اونجا ادعا بکنه حافظ قرآن است و اونا بهش سند میدن. در مصر این چیزا کار بسیار ساده ای است. به هر صورت آنچه که از مصر داره یک تعداد تقدیرنامه هایی است که از مجالس قرآنی گرفته، به خاطر صدای خوبی که داشت تقدیرنامه ها گرفته. هیچ شهادتنامه رسمی از دانشگاه های مصر خواستن از ازهر شریف نداره. بحث هایی که ایشان دو جریان بحث و مناظره‌ای که در لیلیه پوانتون کابل یا در خوابگاه دانشگاه کابل داشتن با بچهای افغانی، که در هر دو جلسه به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها توهین کردن، اهانت کردن، به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و اهانت کردن، و کسانی که در اون مجالس بودن حاضرن که شهادت بدن بر علیه ایشان، بیاد مرد باشه این کار بکنه. و در دو مناظره و گفتگویی که با جوانان اهل سنت در دانشگاه کابل در اون موقع داشته، خود در آن جمهوریت بود دیگه، هر کی آزاد بود هر چی بگه، اینام که دیگه قدرت داشتن، شیعه در حکومت هر چی که دلش میخواست میگفت، و توهین میکنه به ام المؤمنین، توهین میکنه به سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، و توهین میکنه حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این حتی در مصر بحثی داشته با بعضی از دوستانی که جریان مفصلش رو من خبر دارم، که در اونجا توهین میکنه به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. و قضیه توهین به ام المؤمنین ایشان 3 بارش رو من سند و مدرک دارم که 2 بار در افغانستان، 1 بار در مصر به حضرت عایشه توهین کرده، توهین صریح و آشکار در مجالس، که انسان مغروری است. یعنی شما حتی از کلیپش رو ببینید، از برخوردش، این کسی که
قرآن در زندگیش تاثیر داشته باشه، کسی که قرآن فقط این صدای خوش از حلق نباشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم، این نشانه های منافقین این است که قرآن از حنجرهشان به پایین نمیره، فقط از این صدای خوب از اینجا میشنوید، فقط نمیومد اینطوری با غرور و تکبر برخورد نمیکرد. فعلا هم که میگه مرگ نمیترسیم و خلاصه فلان و این چیزا، نه من غریبم در میاره. امیال خودش فرار کرده در عمان، در مسقط پایتخت عمان، در اونجا زندگی میکنه، در افغانستان هم نیست. بعد از اینکه کمی مشهور شد در مجالس قرآنی و اینا، بعد یک مجله به نام نصف الدنیا، مجله است در مصر، اومد با ایشان مصاحبه‌ای کرد فکر کنم، یا نه خبری پخش کردن به نام اینکه طالب افغانی ابکت 5000 شخص فی حضور شیخ الازهر و لقب به عبدالباسط الصغیر. یعنی در اونجا آمد قرائتی کرد، واقعا یعنی تلاوتش قشنگ است، زیباست. عباس که خوششون اومده بود، میگه حدود 5000 نفر طلابی که بودن اونجا در حضور شیخ الازهر گریه میکردن. این رو در یکی از مجله های مصری تیتر زدن. بعد از اون دیگه ایشان مشهور شد. البته مشهور شده بود کم کم در محافل قرآنی، بعد از این مسئله خیلی چیز شد، مشهور شد. بعد از اون اینو گفتم جریان اخراجش از خوابگاه، بعد از این قضیه دوستان باز دوباره میرن پیش شیخ الازهر، استثناء میگیرن برای اینکه دوباره این رو اتاقی بهش بدن، باز یک اتاقی بهش داده میشه و تا بعدن که شیخ فرهاد دوباره اخراجش میکنه. این و مسئله دیگر قضیه بنیاد بیات است که یکی از داعمین اصلی، کمک کننده‌های اصلی مراکز ایشان شیعیانی که در استرالیا و این مناطق زندگی میکنن در اروپا و بنیاد بیات است. کمک های زیادی از طریق بنیاد بیات، و بنیاد بیات یک مؤسسه اسماعیلی است و هیچ وقت اونا به خاطر خدا به کسی کمک نمیکنن. شیوخ ازهر ما ازشون خواستیم که تک تکشون ویدیو ثبت بکنن با اسم و رسم و با عبا و قبایشون، حقیقت این انسان رو بگن به عربی. انشالله این ویدیو دستمون برسه، انشالله ما اینا رو پخش خواهیم کرد که شیوخ ازهر از دست این انسان ناراضیان، چون که رفته لباس ازهر رو پوشیده و به اسم ازهر، من از ازهر فارقم، دروغایی که گفته به گوش اونا رسیده. دعوت به تشیع به شدت در مراکز اینها جاری است، اما پنهانی، جدا پنهانی دارن کار میکنن. و یک مسئله است میگه که تازه دستش به تبله رو شده بود، خدا زد قاری قرآن شد، طوری که بعضی از نزدیکانشون گفتن، اما من دلیلی برای این حرف ندارم، که ایشون در شروع علاقه شدیدی به موسیقی داشتن و بعدن چطور شد که قاری قرآن شدن. اینم حکایتی است که خودش باید توضیح بده. بعد در جمع خیلی از دوستان ادعا کرده که قاری عبدالباسط شیعه بوده، سنی نبوده و خیلی روی مسئله اصرار داره. میگه گفتن که امکان نداره که قاری خوشاوازی سنی باشه، قاری خوشاواز همه شیعه هستن. به هر صورت این مسائلی بود که در مورد ایشون خواستیم در این برنامه خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. حقایقی که قاری شکیب احمد، میبخشید، قاری عبدالکبیر حیدری و دزدیدن بورسیه و دروغ گفتن به ملت افغانستان در طی این سالها که فارغ التحصیل ازهر است که دروغ میگه